عده‌ای باید متخصص شوند به عنوان یک نیاز مبرم غیر قابل چشم پوشی اینها این تخصصها و این آگاهی‌های لازم را یاد بگیرند و دیگران را کمک کنند، همون گونه که بدون پزشک و متخصص رشته‌های پزشکی یک جامعه نمیتواند جامعه سالم باشد از نظر جسم و فیزیک. همینطور در نبود اندیشمندان، آگاهان، متخصصان و متفکران یک جامعه نمیتواند یک جامعه متخلق، یک جامعه مؤدب، یک جامعه با روش و منش مورد ستایش و تأیید جامعه جهانی و خرد جمعی و جهانی باشد. لذا انسانهایی باید آگاه شوند، عالم شوند و دستورات خدا و دستورات پیامبر و همه دلسوزان و مسئولان و انبیای الهی را و جامعه انسانی معلوم کنند و روشن کنند. قرآن می‌فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن دستورش اینه که آیات ما را بر اینها تلاوت کن، اینها را تزکیه کن، قرآن و حکمت را به اینها بیاموز. این وظیفه انبیاست. در نبود انبیا، در ادامه حرکت انبیا، این حرکت و این مسئولیت و این رسالت به عهده علما است و به عهده دانشمندان است. لذا پیامبر فرمود اکرم العلما، علما را احترام کنید. علت این احترام و این تکلیف چیست؟ فإنهم ورثة الانبیا. چرا؟ چون عالمان ورثه انبیا هستند، جانشینان انبیا هستند. بر این اساس لازم است یک جامعه نیروهای آگاه و سرمایه‌های انسانی داشته باشد و دیگران هم از این سرمایه‌ها استفاده کنند. این سرمایه‌ها مثل سایر سرمایه‌ها از کنار مردم است، فرزندان همین مردم است. پاره‌های جگر و میوه‌های همین زندگی‌های مشترک اجتماعی خود شماست. چگونه فرزند شما که محبوب دلتان و آرزویتان هست، مورد لطف و توجه شما هست، این فرزند باید یک مسیر بسیار بزرگ و دشوار و مسیر پرپیچ و خم را برود تا برسد به یک جایگاه ارزشمند و به یک آگاهی بسیار قابل پذیرش و مفید عالم شود در همه رشته ها. بعد دستور عقل این است از آگاه حرف بپذیرید، از متخصص و از مجرب باید این استفاده را برد. عقل دستور میدهد دنبال آگاهی باید جهالت ها زدوده شود. بعد از به وجود آمدن سرمایه روشنی، تاریکی ها باید تبدیل به روشنی شود و همین دلیل است ارشاد جاهل یک قاعده عقلی است.